دنیای تکنولوژی که کلا دعوا سر این بود که کدوم دستگاه حافظه بیشتری داره و کدوم دستگاه سرعت بالاتری داره، اپل دید اگه بخواد وارد این بازی بشه خیلی سریع شکست میخوره، چون هر چقدر هم بخواد دستگاهی بسازه که از نظر فنی قوی باشه، رقیبش یه دستگاه قوی تر میسازه و اپل رو کنار میزنه. پس برای اینکه بتونه از رقیباش جلو بزنه، کار خیلی جالبی انجام داد. اون به جای اینکه بیاد درباره ویژگی‌های فنی هدفون هاش صحبت بکنه، یه قبیله درست کرد به اسم قبیله هدفون سویتا و گفت هر کسی عضو این قبیله بشه خیلی خاص میشه و میتونه همه آهنگ‌های مورد علاقه‌ش رو همیشه همه جا همراهش داشته باشه. و همه جا رو پر کرد از ویدیوی کسایی که هدفونای سفید روی گوششون بود، مثلا جوونی که توی مترو وایساده بود و هدفون سفید اپل روی گوشش بود، یا کسی که داشت توی پارک لبخند به لب قدم میزد و هدفون سفید اپل روی گوشش بود و اینطوری در واقع داشتن هدفون‌های سفید خودش رو تبدیل کرد به سبک زندگی جذاب که همه دوست داشتن این سبک زندگی رو تجربه بکنن و عضو این قبیله بشن و اینطور شد که از بقیه متمایز شد. من نورا نوری هستم، مشاور برندینگ. اگه دوست داری راز موفقیت برندهای بزرگ بدونی، بهش عنوان ویدیوهای من از دست نده.